امیل رئیس جمهور تاجیکستان بزرگترین طاغوت است، دشمن الله و رسولش. شما تمام دخترها را فهمونین، اونایی که حجاب به سر میکنن با زنوای میکنن، پیش از همه این بیسوادی بی‌معرفتی است. سوادی کافی ندارن اونا و هم گورا گشتگان، حتی از همون زندگی خودشان را نمیدونن چیکار میکنن. لباسای سطر رو، سطر پوشی، حجاب پوشی رو مورد دقت خود قرار دهیم و داخل البته جناب که دیگر در حدود تاجیکستان چنین لباس پوشی محدود کرده شد. روزی انگاه چند ساله ممکنه؟ ممکن نیست. نه زنا در مردا در چند سال چخه؟ ممکنه من تاجیکانه بندنم کاری تو باید خیلی زناکای کلان در میگن که ممکن نیست کلانه چخه که چون بیبیامو پیشتر این میبرد از سین سال شما دا سین سال ما بندن تاجیکانه بندن نه مثلا چند اینا 48 ممکنه 48 ممکن نیست خطر ممکن نیست سطر ممکن نیست تاجیکانه بنده خیلی بده انا من آخر مختم نکنم این یه چی دیگه ده مخصوص تاکید نمایم که بزرگان ما بارها فرمودند که تنها ستر و سیاه‌پوشی و کرکرانه تقلید نمودن با فرهنگ بیگانه نشانه با عفت بودن زنان و دختران نیست. محترم جناب عالی، شما شخصی 500مین نفر مسلمان جهان هستید. این عنوان را برای شما دولت‌های خارج دادن که این افتخاری ما است. ما خادمان دین جناب عالی در حق تاجیکستان عزیز اول دعاگو آن هستیم خداوند تاجیکستان عزیز ما را از بلاهای زمینی و آسمانی نگهبان باشد. پروردگار این ملت ما را همیشه نگهبان باشد. خداوند شما را در تار سر ما سایبان همیشه نگهبان باشد. ما یگان شکایت نداریم، فقط همین دیداری زیبای شما برای ما بس است. الله میگه باید به اینمی کافر شوی، اول به قانون هندوستان کافر شوی باز مسلمان میشی. تنها غرب نیست که بعضی کسان میگه والا مثلا در هندوستان رفتم، من در ترکستان رفتم، من در ترکیه رفتم، من در تاجیکستان رفتم. امیل رئیس جمهور تاجیکستان بزرگترین طاغوت است، دشمن الله و رسولش است. و اونموجه چند تا ملای درباری شیشتن این میگه که حجاب در اسلام نیست، حجاب خوب نیست، حجاب درست نیست. بازو اونمی سب کتونمو ریش خود، کتون لنگی خود، کتونمو باز میخیزه گپای اینمی طاغوتی که به نام چی است؟ همون نامش هم نام چیز نیست، الله متعال اوف است. اوف الله پاکی اوف کتم ملاهایش بازوهای چی میگه؟ ما شیخ الحدیث هستیم. ای صحیح بخاری بشرمانید، ای صحیح مسلم بشرمانید، ای فقه اکبر بشناسید، ای خلاصه کیدانی بشرمانید. در خلاصه کیدانی هم حجاب هست، هم خلاصه قدوری بشرمانید. میگه من قدوری خواندیم، کافیه خواندیم، کافیه بشرمانید که در کافیه هم اگه تو میخواندی و در آیات قرآن میفهمیدی که الله متعال میگه که یا ایها النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، قل بگوی رسول الله صلی الله علیه و ازواجک برای همسرایت و لبناتک و به دخترایت و لنساء المؤمنین و به کل زنای مسلمان. اگر تو نحو کافیه را میخواندی اینجا میفهمیدی که اینجا عطف است سرش، ازواجک و بناتک و نساء و عاطفه هست. ها یعنی چی که یدین علیهن جلال بیبهن که سر خود جلباب بپرتن. جلباب چی است؟ اینم یه حجاب است. فهمیدی یعنی؟ و یدین علیهن من جلابی بهن. این حالا چی است که باید چیز گردنش پد باشه، مویاش باید پد باشه، سرش پد باشه. و یک تعبیر وقتی که پرسان کردن که همین جلباب چه قسم است، گفتن صاحب اینم خیس یعنی یک دونه قران، یک دونه قدیفی کلان می گرفت، یعنی کل بدن خود پوشان، کلش پوشان، تنها میگه یک جای چشم ماند. کل از گرفت گفت که اینی ده اینه. زن مسلمان باید این قسم باشه. و این طاغوت بیدین خب میگه با صاحب چند تا ملا را سعی کنی بارا ملاوا میگن، ملاوا بازونو درباری بازو میخواد گپای کفری از این را به اسلام نسبت میده، یعنی تکذیب الله را میکنه
و تکذیب رسول الله صلی الله علیه و سلم. از یا کرده باز اون روز خوب است. چرا اون روز که است میگه این قانون خود ماست. و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب، میگه این ظالم تر است از اون کافر هم که سر الله چی میکنه؟ سر الله و رسولش تهمت میکنه. چون الله و رسولش میگه حجاب است و یا میخیزن. والا روز مکل پزیار دیدم اما تا ایران مانو که دیدم بازو یک دفعه یک تا میخیزن. من نمیخونم چون که جناب عالی اون سخنهایی که شما گفتید همش آیت همش حدیث بود. پزیار دیدم اما تا ایران مانو که دیدم بازو یک دفعه یک تا میخیزن. منموچه بازو برش میگه که آن چیزی که رئیس جمهور ما گفت اما از قرآن حدیث است. لعنت الله سر ازی الکاذب عدو الله و من اظلم ممن افترا علی الله الکذب. او مولوی تاجیکستانی که تو ای قسمی او پوفتا تایید میکنی و الله را و رسولش تکذیب میکنی و افتراس الله و رسولش میکنی، تو در جمله احبار و رهبان هستی و کسی که از تو پیروی میکنه پیروی از احبار و رهبان. از این خاطر مشکلات حل نمیشه، به خاطر از اینکه تقوا در 6 بخش نیست. الله متعال ما و شما را توفیق نصیب بکنه که در این 6 بخش تقوای خدا جور بکنیم و تحت این آیت قرآن داخل شویم که و من یتق الله یجعل له مخرج. الله میگه که هر کس تقوا کرد ما دو چیز برش تضمین میکنم. یجعل له مخرجا، از کل مشکلات و پرابلم های زندگی رو چی میکنم؟ خلاصش میکنم. و یرزقه من حیث لا یحتسب، و رزق برش میده الله متعال از جایی که گمان نمیکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.